شما از هر ایرانی بپرسید آمریکا توسط کی کشف شد میگه کریستوف کلمب. اما چیزی که الان میشنوید احتمالاً واسهتون خیلی عجیبه. پس تا آخر ببینید. توی مکزیک بعضی از چهره‌های سرخپوست دقیقاً چهره‌های شبیه به قوم‌های ایرانی مثل کردها، لرها و بختیاری‌ها دارن. دکتر شفیزاده توی کتاب حضور ایرانیان قبل از کلمب نوشته که توی مکزیک قبیله سرخپوست و بزرگ و باستانی وجود داره با نام آریاهو یا کاوشگر که لباس و سنت‌های اونها دقیقاً به شکل عشایر بختیاریه. از ساز نی و دشتی استفاده می‌کنن و با وجود تفاوت زمانی که بین ایران و آمریکاست، هر ساله سرخپوست‌ها نوروز رو توی 21 مارس همزمان با سال تحویل ایران جشن می‌گیرن. اما پشت پرده اینا چه اتفاقی افتاده؟ بیش از 1000 سال قبل از کریستوف کلمب، ناوگان دریایی هخامنش و دریانوردان ایرانی نقشه‌هایی از قاره آمریکا به دست آورده بودند. این ناوگان دریایی اول پا به استرالیا میذاره و بعد از طی کردن اقیانوس آرام و کشف جزایر اون وارد شرق آمریکا و کشورهای پانامای امروزی میشن که تعداد زیادی از ناوگان‌های دریایی هخامنش هم توی اون قاره برای کشف میمونه. حتی سفیر سرخپوست بولیوی توی ایران هم این مسئله رو تایید کرد که ناوگان ایرانیان قبل از هر ملل دیگه‌ای وارد قاره آمریکا شده. حتی بعد از اسلام هم مسلمانان چین با کمک ایرانیان دوباره پا به این قاره گذاشتند. اما عجیب‌تر اینه که شهر باستانی تیوانکاوا دقیقاً مشابه سازه‌های تخت جمشید با معماری ایرانی بنا شده که ذهنتون خیلی بیشتر به چالش کشیده میشه. اگه این پست رو دوست داشتین لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بگذارید.